امان الله خان، پادشاهی که افغانستان را بیدار کرد با گرافیک تولید شده توسط هوش مصنوعی. متن روایت: در دل تاریخ پرآشوب افغانستان نامی می درخشد که هنوز با غرور، با رؤیا و با درد یاد می شود. امان الله خان. او پادشاهی بود که خواست ملتی را از قرون تاریکی به روشایی مدرنیته برساند. گرافیک AI تصویر جوان امان الله خان با لباس شاهانه در کاخ باغ بالا سال 1300 میلادی. پس از کشته شدن پدرش امیر حبیب الله خان، جوانی 20 و چند ساله با نگاهی مصمم به تخت نشست. او نه پادشاهی معمولی بود، نه در پی تجمل و قدرت. او آرمانگرا بود، رؤیای آزادی را در سر داشت. نخستین گامش استقلال افغانستان از امپراتوری بریتانیا. گرافیک AI نقشه افغانستان، درگیری‌های جنگ سوم افغان و انگلیس، پرچم در حال برافراشتن. در سال 13 امان الله خان اعلام استقلال کرد و در جنگی کوتاه اما پرشور ارتش جوان افغانستان پیروز شد. این پیروزی غرور ملی را شعله‌ور ساخت. برای نخستین بار افغانستان بدون سایه انگلیس خود را مستقل دید. اما این فقط آغاز بود. امان الله خان می‌خواست کشور را بسازد. از نو، گرافیک AI بازسازی کابل در اوایل قرن 20، زنان با چادرهای رنگی، مدارس تازه تأسیس. او اصلاحات بزرگی را آغاز کرد. مدارس مدرن برای پسران و دختران تأسیس کرد. قانون اساسی جدید نوشت. بردهداری و تبعیض طبقاتی را ممنوع کرد و درهای افغانستان را به سوی جهان گشود. امان الله خان باور داشت که یک ملت بدون آموزش و برابری هرگز آزاد نمی شود. گرافیک افغان در کلاس درس، چاپخانه ها، آموزشگاه ها. اما تغییر همیشه دشمن دارد. اصلاحات او با مقاومت روحانیان و قبایل محافظه‌کار روبرو شد. آنها می گفتند که این همه تغییر غربی سنت ها را تهدید می کند. گرافیک شورش های محلی، بحث علما، مردم در حال اعتراض در قندهار و ننگرهار. در همین زمان امان الله خان با ملک استریا، بانوی تحصیل کرده و پیشرو، دوشادوش حکومت میکرد. استریا نماد زن نوین افغان شد، بی حجاب، فعال و طرفدار آموزش زنان. گرافیک تصویر بازسازی شده ملک استریا در لباس اروپایی در کنار امان الله خان. آنها با هم به اروپا سفر کردند، ایتالیا، فرانسه، آلمان، تا چهره جدید افغانستان را به دنیا نشان دهند. گرافیک AI سفر رسمی امان الله استریا به اروپا، دیدار با مقامات خارجی. در بازگشت او کاخها و مدارس جدید ساخت، راهها گشود و برق و سینما به کابل آورد. اما شاید تندتر از آنچه مردم آماده اش بودند. مخالفت‌ها شعله‌ور شد. در سال گیزدستاوچ قیام‌های قبیله‌ای از شرق آغاز شد. ارتش ناتوان از کنترل شورش شد. امان الله خان تلاش کرد با اصلاحات تازه و وعده‌های آرامش اوضاع را نجات دهد، اما دیگر دیر شده بود. صحنه شورش‌ها، ارتش در کوه‌ها، پرچم‌های شورشیان. سرانجام در سال 1300 پس از سقوط کابل، امان الله خان تاج را بر زمین گذاشت و به تبعید رفت. گرافیک صحنه غم‌انگیز خروج امان الله خان از کابل. او به ایتالیا رفت، جایی که تا آخر عمر در تبعید زیست. اما حتی در غربت رؤیای او زنده ماند. امان الله در تبعید، در حال مطالعه یا نوشتن. او پادشاهی بود که شکست خورد، اما هرگز تسلیم نشد. تاریخ گاهی با بیرحمی قضاوت می کند، اما نسل‌های بعد دانستند که امان الله خان آغازگر بیداری بود. گرافیکی نمادین از امان الله در غروب با پرچم افغانستان در باد. او پایه‌گذار مدرنیت در افغانستان بود و شاید روزی آن رؤیایی که او آغاز کرد دوباره در دل این سرزمین زنده شود. نامش همیشه با آزادی و امید در تاریخ افغانستان خواهد ماند.